سلام دوستان، من حسین هستم و اینجا مدرسه شطرنج. من در این ویدیو اومدم با راند هشتم تورنمنت قهرمانی جهان ما بین دینگ لیرن و گوکش و اینم بگم که راند هفتم چیز خاصی نبود، به همین خاطر راند هفتم رو رد میکنیم و حالا بریم ببینیم که در راند هشتم چه اتفاقی افتاد و امروز که یعنی دیروز که راند نهم انجام شده بود. حالا باید سعی کنم تون ویدیوها رو در خدمت شما دوستان عزیز قرار بدم و از دیر کردم واقعا معذرت خواهی میکنم و بدون هیچ میشه گفت که اتلاف وقتی بریم سراغ بازی و ببینیم که چه اتفاقاتی در صفحه افتاده. و قبل از شروع دوستان لایک و کامنت ویدیو رو هم فراموش نکنید و مطمئن باشید که این بهترین حمایت برای رشد کانالمون. و همونطور که مشاهده میکنید در این بازی دینگ لیرن با مهره سفید و شروع حرکت پیاده D4 نه پیاده C4 شروع بازی انگلیسی بازی رو شروع میکنه. پیاده E5 توسط گوکش، حرکت اسب C3، فیل B4، حرکت اسب D5، حمله به فیل که این حمله رو یه جورایی خنثی میکنه، حرکت فیل E7، اسب F3، پیاده D6، حرکت پیاده G3. دینگ لیرن قصد داره که فیل خودش رو فیانکتو کنه در C2، پیاده C6 و حالا تعویض اسب و فیل که بهترین کاره چون برگشتن اسب چیزی رو عاید دینگ لیرن نمیکنه. حالا حرکت اسب در E7 آماده میشه برای شاهگله فیل G2، پیاده F6. همونطور که میبینید گوکش میشه گفت که دفاع خودش رو مستحکم قرار میده و حالا شاهگله توسط دینگ لیرن فیل E6، پیاده B3. حالا میتونه فیل دوم خودش رو هم از خانه B2 شروع کنه، پیاده D5، حرکت فیل A3. به نوعی فیل رو در قطری که شاه در اون قلعه انجام خواهد داد قرار میده. شاهگله توسط گوکش، حرکت رخ C1 که در صورت تعویض بتونه یک نیمچه ستونی رو برای خودش برمقام بیاره، پیاده A5، اسب E1. حالا قطر فیل سفید رنگ خودش رو هم باز میکنه و باید تلاش کنه به نظر من به نوعی که این پیاده ها رو از سد راه خودش برداره تا بتونه یک فیل قدرت مندی در خانه G2 داشته باشه، رخ E8 و حالا حرکت پیاده F4. دوستان جالب بدونید که در این شرایط میشد حرکت اسب D3 رو هم انجام داد در صورت A6، حرکت اسب C5 و تعویض اسب‌ها در خانه C5 که میشد واریانت جالبی ازش در اومد. به هر حال رخ E8 و حالا پیاده F4. دوستان توجه داشته باشید وقتی که شاخله کوچیک انجام دادید مانند این پوزیسیون و حرکت پیاده F4 انجام دادید، حتما شاه خودتون رو در حرکت بعدی یا حرکت قبل از اون یا حرکت بعد از اون به خانه H1 برید با توجه به میشه گفت که تمپی که حریفتون میتونه با استفاده از شاه معذرت خواهی میکنم با استفاده از حضور شاه در خانه G1 به دست بیاره. به حال پیاده در F4 و حالا رخ در F4. دینگ لیرن رخ خودش رو مرکزی میکنه و اینم بگم که رخ خانه خوبی رو داره و هیچ تهدیدی فعلا اون رو میشه گفت که تهدید نمیکنه. پیاده در C4، B در C4، اسب G6 تهدید رخ و حالا رخ E4 فیل رو به نوعی میشه گفت که آچمز میکنه. حرکت اسب A6، اسب C2، وزیر C7 و حالا حرکت اسب D4 فشار میاره بر روی فیل F7 و در این شرایط دینگ لیرن میتونست تعویض رو انجام بده ولی با حرکت پیاده D3 تعویض رو به حریفش موکول میکنه. حرکت اسب E5 که به نوعی میشه گفت که ستون رو بلوکه میکنه. حرکت اسب F3، اسب D7 و حالا تعویض رخها توسط دینگ لیرن. میشه گفت که حرکت رو من گم نکنم، حرکت رخ B1 با توجه به میشه گفت که
حرکت اسب و بعدها فشار آوردن به پیاده B7. پیاده B5 که دینگلیرن گوکش قصد داره که یک کاندید رونده ای رو در ستون B به وجود بیاره با توجه به تعویض‌هایی که انجام میشه. البته این مورد رو هم خدمتتون عرض کنم که پیاده نباید اول بگیره با توجه به رخی که در ستون B حضور داره و همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم هر موقع F4 انجام دادید شاه خودتون رو به خانه H1 ببرید که حریفتون نتونه هیچ تمپویی رو از شما بگیره. و حالا حرکت وزیر B6 کیش و همون تمپو و میشه گفت که شاه F3. میشه گفت که H1 جای خوبی برای شاه نیست. حرکت پیاده در B5 و حالا میشه گفت که حرکت فیل B2. دوستان حرکت فیل B2 حرکت اشتباهیه به دلیل اینکه حرکت فیل B2 باعث میشه که گوکش فیل A2 رو تصاحب کنه و 2 تا پیاده رونده حمایت شده در جناح وزیر داشته باشه و به جای اون یکی میتونست که حرکت فیل H3 انجام بشه، یکی هم میتونست که حرکت فیل وزیر C2 انجام بده. بعد از B4 فیل B2 فیل در A2 رخ A1 تهدید رخ و در صورت حرکت فیل D5 میتونست به راحتی وزیر A4 انجام بده و یکی از این پیاده های رونده رو بگیره و یا در صورت فیل H4 هم در صورت حرکت اسب C5 هم اول اسب ها تعویض می شدن و بعدن میشه گفت که همونطور که مشاهده می کنید حرکت وزیر C2 و دینگلیرن میتونست میشه گفت که یک جبرانی رو برای این پیاده کاندید می داشت، اما حرکت فیل B2 انجام داد و حالا فیل در A2 تهدید رخ و حالا میشه گفت که حرکت فیل D4 وزیر رو تهدید میکنه و من برای اولین بار از شما دوستان عزیز میخوام که در این لحظه ویدیو رو متوقف کرده و بگید که شما چه حرکتی رو انجام میدادید برای دفاع از تهدید فیل. خب اگر تونستید حرکت مورد نظر رو پیدا کنید واقعا بهتون تبریک میگم. اینکه وزیر از جای خودش حرکت کنه یک مورد بحث نیست، چون حضور فیل ها، حضور قدرتمند این دو فیل یک میشه گفت که اگه وزیر، من باز هم از شما حضرت خواهی میکنم، انگار من هم سرما خوردم تو این وضعیت و اگه وزیر حرکت کنه اتفاقات خوبی نمیفته، باعث میشه که فیلهای دینگلیرن تقویت بشن. بنابراین یکی از این اسبا باید اینجا رو بلوکه کنه و اگر حرکت اسب C5 رو پیدا کردید واقعا بهتون تبریک میگم، به دلیل اینکه شرایط ایجاب میکنه که اسب در خانه A6 بمونه و برای حمایت این دو پیاده رونده ما به حضور اسب در A6 نیاز داریم. و حتی این نکته هم بگم که بعدها حرکت فیل H3 هم وجود نداره، چون در این شرایط تماشا کنید که اگر اسب در D7 بود، اسب آچمز شده و حریف میتونست که به دفاع اسب آچمز شده حمله کنه و یه جورایی میشه گفت که کمکی اون رو از بین ببره. و حالا در صورت رخ C1 هم حرکت فیل F7 اسب D2 حرکت وزیر D6 فیل F2 فیل H5 با طرح میشه گفت که گرفتن چنگال در خانه E2 و بعد از اسب E4 تعویض اسب ها و بعدها تعویض وزیر و حرکت دادن این دو پیاده رونده. به هر حال بعد از حالا این حرکت گوکش نتونسته این حرکت رو پیدا کنه و حالا حرکت
اسب A35. اسب A35 این امکان رو برای دینگلیرن مهیا میکنه که به بازی برگرده. حالا حرکت رخ C1 فشار آوردن به اسب آسیمس شده، حرکت فیل B3 تهدید وزیر E1 با طرح میشه گفت که وزیر F2 این حرکت انجام شده و همونطور که می‌بینید فشار آوردن به مهره آسیمس شده. دوستان سعی کنید هر چقدر که میتونید مهره آسیمس شده رو مورد فشار قرار بدید، همونقدر حریفتون دچار ضعف خواهد شد. حرکت فیل E6 وزیر F2 رخ C8 اسب آسیمس شده رو دفاع میکنه و حالا حرکت فیل E3. دوستان این حرکت فیل E3 یک شاه کلید حرکت محسوب میشه. چرا؟ آرون نیمزویچ یک حرفی داره و میگه که در شطرنج نوآموزانی که دارن شطرنج رو یاد میگیرن دارن به این فکر میکنن که حرکاتشون یا باید 100% حمله‌ای باشه و یا باید 100% دفاعی، ولی نباید اینطوری باشه. باید جوری باشه که بازیکنان حرکات انتظاری رو یاد بگیرن، یعنی حرکاتی انجام بدن که نه دفاع یعنی نه دفاعی باشه و از اون طرف حمله‌ای هم نباشه، یعنی یک جورایی حرکات انتظاری باشه. مانند همین فیل E3 همونطور که می‌بینید این حرکت نه هجومیه نه دفاعیه، صرفاً حریفش رو وادار میکنه برای انجام حرکت. وزیر C7 و حالا من برای بار دوم از شما دوستان عزیز میخوام که در این لحظه ویدیو رو متوقف کرده و به من بگید که اگر شما به جای دینگلیرن بودید چه حرکتی رو انجام میدادید. حرکت واقعا سختیه و امیدوارم که همه شما عزیزان بتونید این حرکت رو پیدا کنید. خب اگر تونستید حرکت پیروزی بخش رو پیدا کنید واقعا بهتون تبریک میگم. حرکت مورد نظر چیزی نیست جز اسب E1. اسب E1 شاید با خودتون بگید که این اسب E1 عقب نشینیه، اسب از نزدیکی مرکز به E1 برمیگرده، افول حرکت میکنه، ولی باید بهتون بگم که نه، اصلا اینطوری نیست. حرکت اسب E1 این امکان رو به سفید میده، همونطور که میبینید فیل سفید رنگ قطرش بازه، فیل سیاه رنگ قطرش بازه و حتی در صورت حرکت اسب ها هم اگر حرکت اسب انجام بشه و وزیر گرفته بشه یا هر چیز دیگه ای، رخ در C1 با کیش همراه نیست. این مهمترین مزیت حرکت اسب E1 است و در صورت فیل F7 هم همونطور که مشاهده میکنید حرکت فیل E4 و یا میشه گفت که حرکت فیل F4 حمله به رخ حریف. حالا گوکش جایی رو نداره که رخش رو در اون حرکت بده. در صورت اسب E5 هم همونطور که میبینید پیاده D4 چنگال اسب ها و دینگلیرن میتونست یک مهره رو هم تصاحب کنه. اسب B3 رخ در C7 وزیر در C7 و حالا پیاده در D5. دینگلیرن یک سوار جلو میافتاد و میشه گفت که این دو پیاده رو هم میشه به راحتی با اون سوار کنترل کرد. و حالا اگر حرکت رخ A7 انجام میشد به جای اسب E5، در این شرایط حرکت پیاده E3 رخ C7 فیل F4 رخ A7 و حالا حرکت فیل H3. همونطور که میبینید اسب آچمزه و حالا ما به کمکی اون، یعنی اسبی که در D7 وجود داره، حمله میکنیم و حریف نمیتونه حرکت کنه. یعنی در صورت گرفتن اسب D7 نمیتونه حرکت کنه چون وزیرش آچمزه و در صورت گرفته شدن هم
باز هم حرکاتی برای ما وجود داره. مثلا اگر وزیر B7 هم انجام بشه، فیل E3. حالا اسب در آچمزی رخ قرار داره و هیچ دفاعی رو نمیتونست علیهش انجام بده. ولی شاید با خودتون بگید که اگر رخ C8 هم انجام بشه، شاید یک حرکات دفاعی برای گوکش میشد پیدا کرد. باید بگم که نه، حرکت پیاده D4 و در این شرایط میبینید رخ اسب باز هم آچمزه، حالا این بار در آچمزی رخ قرار داره و اگر حرکت کنه طبیعتا رخ میفته و در صورت فیل C4 هم باز هم برای ما فرقی نمیکنه، ما بالاخره مهره خودمون رو گرفتیم. اسب در C5 و حالا حرکت اسب D3. همونطور که میبینید در این شرایط معذرت خواهی میکنم، در این شرایط ما برتری داشتیم و میتونستیم بازی رو ببریم. البته ما که میگم یعنی دینگلیرن فعلی. اما در این شرایط همونطور که گفتم حرکت اسب E1 همه امکانات رو به دینگلیرن میداد، اما اون حرکت اسب D4 انجام داد که این حرکت خوبی نبود. البته نمیشد گفت تقصیر هم انداخت، چون استرس و هیجان بسیار زیادی در پشت این بازی هست. حرکت فیل F7، حالا اسب C6. همونطور که میبینید ستون رخ رو میبنده تا بتونه در حرکت بعدی اسب رو بگیره. رخ در C6 یک اجبار هست، فیل در C6، وزیر در C6 و حالا فیل در C5. حرکت پیاده S6 و باز هم در این شرایط حرکت فیل E1 بهترین گزینه هست، چون که ستون رخ رو باز میکنه و میشه گفت که فعالیت بیشتری بهش میده. اما دینگلیرن شاه E1 انجام داد، پیاده B4 و حالا گوکش سعی میکنه که پیاده های روندی خودش رو حرکت بده. وزیر D4، اسب E5، شاه D2 و حالا وزیر G2. هر دو طرف میشه گفت که دو حرکت دیگه نیاز دارن که تایم کنترل رو به دست بیارن و اون 30 دقیقه بسیار برای هر دو بازیکن حیاتی هست. در این شرایط وزیر F2 با طرح تعویض وزیرها گوکش اون رو رد میکنه. D4، وزیر G2، وزیر F2، وزیر D5، وزیر D4 که اگر حرکت وزیر G2 انجام بشه بازی مساوی میشه، اما گوکش به تساوی راضی نبود و حالا وزیر A2 کیش رخ C2 کیش رو بلوکه میکنه. وزیر E6، وزیر D8 کیش، شاه H7، وزیر در A5 که دینگلیرن یکی از پیاده های رونده رو حذف میکنه تا بتونه آرامش بیشتری رو برای خودش بگیره. هم دوستان این شرایط یعنی دو پیاده رونده در جناح وزیر بودن خیلی آزاردهنده است و میشه گفت که افکار یک بازیکن حتی در سطح دینگلیرن رو هم میتونه به هم بریزه. پیاده B3 تهدید رخ، رخ C1 و حالا میشه گفت که وزیر D5، وزیر B4، وزیر G2 و حالا وزیر E4. تعویض وزیرها و اینم اجباریه چون با کیش همراه شده. حرکت پیاده B2، رخ B1 و حالا فیل A2 که دینگلیرن چاره‌ای جز گرفتن رخ و پس دادن اون نداره. رخ در B2، اسب C4 کیش، شاه C3 و حالا اسب در B2 که در این لحظه در حرکت 51 هر دو بازیکن به تساوی رضایت دادن، به دلیل اینکه حالا شاه در B2 فیلدان
فیل ها ناهمرنگ هستند و هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. پیاده ها قفل میشدن و میشه گفت که حالا ادامه ماجرا. و دوستان خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر انتقاد و پیشنهادی داشتید حتما در قسمت کامنت ها بنویسید و یا اگر نکته‌ای، من معذرت میکنم این سرماخوردگی هم ما رو گرفت، اگر نکته‌ای وجود داره در مورد بازی که متوجه نشدید و نیازمند اینه که من بیشتر براتون توضیح بدم، حتما در قسمت کامنت ها بنویسید. و همه شما عزیزان رو تا ویدیو بعدی دیگه و تحلیل بازی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.